همیشه بخند و سر و ببر از دلا، دوباره بلند شو امید و ببر از کجا، با پرچم بالا هم سفر ما هر بگیر از رویا، از شب غم تا سحر ما جانمون از فردا، هر پنجشنبه با ما پیک شادی. سلام و درود به همه شما هموطنان عزیز و گرامی. سلام به یاران شورشگر و اشرف نشان. سلام به همه اونایی که برای هرچه فروزانتر کردن کارزارهای مقاومت ایران سر از پا نمیشناسن و هر کجا که باشن قلبشون برای ایران آزاد میتپه. با پیک شادی در خدمت شما هستیم و امیدواریم بتونیم خنده رو به لبها و شادی رو به دلهاتون بیاریم. با ما همراه باشین. این هفته خبر تو خبر داره براتون از جدیدترین اکتشاف رئیس جمهور زوار در رفته عظما که میگه مشکل نبودن کار نیست. پس مشکل نبودن کار نیست. بودجه اعتبارات اینجا خودش پولسازه برای کشور، تولید میکنه، کار مولد خودش پولساز، اعتبارسازه. اینا مشکل نیست. من به ذهنم میرسه با همه حرفایی که الان شنیدم فکر میکنم محور اساسی مشکلات اینجا مشکل مدیریته. بله، مشکل مدیریته. حالا بریم ببینیم آخوند رئیسی برای حل مشکل مدیریت چه اقداماتی کرده. رئیس جمهور ایران و روسیه پس از بیش از 1 ساعت ملاقات خصوصی به مذاکراتشان در حال قدم زدن در حیاط دفتر رئیس جمهور ادامه دادند تا رئیس جمهور روسیه برخلاف پروتکل همیشگیش سوار بر خودروی رئیس جمهور ایران شود و همراه یکدیگر به ملاقات رهبر انقلاب بروند. البته هم عظما و هم رئیس جمهور 6 کلاسش به خوبی میدونن که این قدم زدن ها و ملاقات ها نه تنها نتیجه ای نداره بلکه خودشون رو ضایع‌تر میکنه. حالا این شما و این یکی دیگه از دستاوردهای عظما در عرصه مدیریت اقتصادی، رونمایی از روبل در بانک مرکزی. برای اولین بار روبل در نمایشگر بانک مرکزی به عنوان ارزی قرار گرفت که می شود روبل رو با ریال مبادله کرد. داریم تلاش می کنیم که روبل تجار ایرانی در داخل روسیه بماند و از این طرف ما بتونیم با ریال باشون تسویه حساب بکنیم به یک طریق منصفانه‌ای که تجارمون هم ضرر نکنن، به دلیل اینکه تجارت ما چون به اصطلاح از طرف روسیه مثبت هست، ما نیازمند این هستیم که بتونیم این عقب ماندگی رو جبران بکنیم. اگه شما فکر میکنید عظما و نظامش در عرصه بین المللی خیلی منزوی شدن، به حرفای این سیب زمینی پشندی توجه کنید که با یه استدلال ساده کل تصوراتتون رو تغییر میده. چند کشور آفریقایی به زودی ویزاهاشون رو، کشورهایی که پول دارن، الان چند تیم دارن، بعضی کشورها میان اینجا
قدرت خریدشون بالاست و دارن واسه ایرانیا به مدت 2 هفته تا 3 هفته دارن ویزا رو برمیدارن. شما اجازه بدید این در چند هفته آینده این ویزا برداشته شد، ما اعلام کنیم که کدام کشور. به این ترتیب معلوم شد که عظما و نظامش در عرصه بین المللی دچار نوعی اسکولیسم شده. یه چیزی تو این مایه ها. یکی دیگه از اقدامات آخوند رئیسی برای مدیریت بحران‌های اقتصادی پخت بزرگترین کیک جهان برای مزدوران عراقیش بود. توفیق اینو پیدا کردیم که توسط 15 نفر از قنادای ساوه بزرگترین کیک جهان رو به متراژ 1433 متر که سن قدیر هست و به وزن 20 تن آماده کنیم. این ابتکار عمل هنرمندان و شیرینی پزان ایرانی را عراقی ها کاملا ستودند، چرا که تجربه هم زیبا بود و هم شیرین. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما. پول مردم رو در شرایطی خرج مزدوراشون میکنن که وضعیت مردم ایران اینه. سلام فرمانده، این 3 قلم جنس بنجل پسمانده فکر میکنی چقدر در اومده واسه من درمانده؟ ای رهبر پیر خرفته وامانده، 12,000 تومن و 400 تومن یاران نمیدین فکر میکنین شاهکاره؟ ای توف به قبر پدر مادرتون. شیوه مال مردم خوری توی نظام ولایت یه چیزی توی این مایه هاست. یادتون میاد آخوند رئیسی در نمایش انتخاباتش راجع به گشت ارشاد چی گفته بود؟ به نام نظام اسلامی چرا یه برخوردای یه حرفایی زده میشه؟ ما گشت ارشاد خواهیم داشت برای مدیران. الناس علی دین ملوکهم. اگر دولت مردان خوب عمل کنن مردم خوب. خیلی متشکرم از جناب عالی. حالا بعد از گذشت بیش از 1 سال از روی کار اومدن آخوند رئیسی ببینید به وعده‌اش چطور عمل کرد. علاوه بر گشت ارشاد شیوه های دیگه هم برای مردم آزاری دارن. مثلا مردم اینجا اومدن برن کنسرت، اما آخوندا و بسیجی ها بلنگو گذاشتن و نوحه پخش میکنن. البته این شیوه های مدیریت آخوند رئیسی بی پاسخ نمیمونه و مردم جای جاش حق این جماعت رو کف دستشون میذارن. چه زری زدی همون زر تو بزن. چه زری زدی همون زر تو بزن دوباره. همون زر تو بزن. عوضی فیلم بگیر. ازش بیرون. بیا برو بیرون. بسیجی های کتک خورده هم چاره جز این مسخره بازی ها ندارن. البته این وضعیت رو خود عظما قبلا پیش بینی کرده بود. دوران بزن در رو گذشته، بزنید میخورید. طیاره عظما در حال سقوطه و هیچ چتر نجاتی هم نمیتونه به دادش برسه.
شت نه خر عظما طوری در باتلاق سر کوب گیر کرده که مجبور شدن میز گردهای نمایشی ترتیب بدن و توی تیویریش چنین سوالاتی بپرسن. سوال ویژه‌ای که الان وجود داره اینه که همین امیرالمومنین علیه السلام حکومت تشکیل دادن، حضرت رسول حکومت تشکیل دادن. در زمان خود این حضرات ما گشت ارشاد داشتیم. حالا جواب کارشناس ولایت مدار رو ببینید که اینطوری آب پاکی رو روی دست همه میریزه. ما امروز اگر یه دزدی اون شرایطو داشت و دزدی کرد حق داریم دستشو قطع کنیم یا نه؟ یا میگیم چون پیغمبر و امیرالمومنین دستیشو قطع نکردن ما هم قطع نمی‌کنیم؟ ما اصلا کار نداریم پیغمبر و امیرالمومنین کارو کردن یا نکردن. میگیم دین این حکم داده، پس ما حق داریم چیکار کنیم؟ اجرا کنیم. این نکته اول بود. حالا سری بزنیم به ساخت و سازهای دولت آخوند رئیسی و پلی که هنوز افتتاح نشده شروع کرده به ریزش. افتتاح نشد یا حسین پل افتتاح نشده یه پیدا کنار در حال ریزش. پل افتتاح نشده داره میریزه، بعد این آخوند مشنگ رفته داره یه قهوه خونه رو افتتاح میکنه. بعد از روزه‌های عظما درباره جهاد تبیین و این کشکیات، آخوندا کلی فکر کردن، النهایه به این ایده رسیدن. I have a sincere question since when God's choice was an election. Nasabi, I have a sincere question since when God's choice was an election. From Adam to the best of creation, from Adam to the best of creation, revelation after revelation. این روزا سگ دعوا و به هم پریدن تبدیل به موزیک متن همه برنامه‌ها و جلسات آخوندا شده. منابع عمومی رد به حمل عقل داره. شما اگه پوز میدید که ما جاده ساختیم، عجیب مردم ساختیم. صبوری کنید. دائم توهین میکنه. 2 دقیقه شما صبوری کنید. شما به هر کسی که بهتون نه من خواهش میکنم شما صبوری کنید. ایشون صحبتشون رو بکنن تا این در اختیار شماست. چون شاهد نمیشه که انتقاد آقای رفسنجانی باید بشنوید. چه ربطی به حمل و نقل عمومی داره؟ منابع حمل و نقل عمومی عجیب مردمه. آقای دکتر آخرش حمل و نقل عمومی. منابع حمل و نقل عمومی عجیب مردمه. 2/3 مردم این شهر اصلا ماشین ندارن. 2/3 مردم این شهر اجاره نشینن. بهشون دولت بزنه دیگه. شما اون اجاره نشینا رو بدبخت کردید، باش پروژه بسازید. بابا جان آقای دکتر حسینی ما مجبوریم لایو رو قطع کنیم به خاطر اینکه هیچ گفتگویی. از اونجایی که زمین صفر شده، مهره‌های ولایت همینطوری به هم شاخ میزنن. فرقی هم نمیکنه درون باندی باشه یا باندی، در هر حال میزنن به سر و کله هم. هیچ پهنه‌ای نیست که از گزند خمینی ملعون در امان مونده باشه، از جامعه و سیاست تا فرهنگ و ادبیات. یه نمونه رو ملاحظه کنید. اونها را ما خواهیم تکلیفشون رو معین کرد. عفوشون نمی کنیم، نخواهد کردن. یه پرورش دهنده شیر بعد از مدت‌ها برگشته تا یه سری به شیرهایی که بزرگشون کرده بزنه. واکنش شیرها خیلی دیدنیه، با هم ببینیم. Look, the lions are coming and I haven't seen them in 5 entire weeks. Yuma, boy, you got
big. What's up, my queen? Hey, king. تلویزیون خامنه‌ای ملغمه ای از دروغ پردازی و سوتی‌های رسوا و اراجیفیه که تحت عنوان برنامه‌های سرگرم کننده به خورد بسیجی‌ها داده میشه. یک مشت سلبریتی حکومتی پولهای مردم ایران رو خرج شوهای مسخره و ولایت پسند میکنن و همین موضوع باعث شده تا ملا تیوی و دستاندرکارانش در کانون نفرت مردم ایران باشن. جالب اینجاست که خودشون فکر کنن برنامه‌هاشون خیلی جذابه، اما هر کاری میکنن نتیجهش مسخره تر از قبل میشه. به یه نمونه از این تقلاهای ولایت مدار توجه کنید. تو بگی باید از اینجا رد بشن بره منفیاتو مخفی کن تا حال مثبتی بگیری تا میتونی حرفای شنگ شنگ بزن حتی وقتی بد میاری حق نداری کم بیاری فکر تو ببر به سمت روزای خفن خفن نذاری حالت بد بشه. بله، بسیجیان ساندیسخوار و سلبریتی‌های ولایت مدار کلی زور زدن و ته خلاقیتشون شده همین که دیدین. وقتی رژیم آخوندی که عامل غم و اندوه مردم ایرانه میخواد همزمان ژست شاد کردن مردم رو هم بگیره، نتیجهش همین مسخره بازی میشه که ملاحظه کردیم. پیشنهاد میکنیم تیتراژ برنامهشون رو با این یکی عوض بکنن. این خیلی بامسماتره. ملاحظه کنین. نداره راهی تهشه دیگه باساز ما کلشه همین حالا میلزن از ترس ملاها لنگا بالا پاسدارای خورده پاک آش و لاش و پخشن اما کل گنده هاشونم که میریزن میرن هسته ای رو مخفی کن که اوزا خیت سیدلی یعنی دیگه گور تو قشنگ قشنگ بکن عزما وقتی بز میاری هی مینالی از خماری دشمنا دارن میان با مشتای خفن 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 نداره راهی تهشه دیگه باساز ما کلشه میلزن از ترس ملاها لنگا مجلست یه دست شد و نه دولتت یه کاسه شد شدش رئیسی غل بکن تو کوچه ها فشش میرن اوزی تو این وضعیت چل پیاده شو بزن بغل حرف ما تو گوش بکن فکر سوراخی موش بکن نداره راهی تهشه دیگه باساز ما کلشه همین حالا میلزن از ترس ملاها
سلام. از وقتی که دادگاه سوئد حکم حبس ابد به حمید نوری داده، رژیم آخوندی انگار افتاده تو یک مایتابه داغ و بد جوری جلوز بلز میکنه که تمومی هم نداره. سخنگوی وزارت امور خارجه حکم صادر شده در سوئد برای آقای حمید نوری را محکوم کرد و درباره خسارت‌های صدور این حکم بر روابط دو کشور هشدار داد. حال جالبه، دادگاه سوئد بعد از 90 جلسه که همه چی رو ریز بررسی کرده حکم داده که آقا اینجا یک قتل عامی صورت گرفته. به جای اینکه بیان این جنایت رو جواب بدن، خیلی رو و روشن با بی‌شرمی میگه ما دادگاه سوئد رو محکوم میکنیم. بعد تازه کاردار سوئد رو هم احضار میکنه. کاردار سوئد در تهران در غیاب سفیران کشور به وزارت امور خارجه احضار و یادداشت رسمی اعتراض جمهوری اسلامی ایران در این باره به او داده شد. وزارت خارجه حکم صادر شده علیه حمید نوری را غیرقانونی و برخلاف موازین حقوق بین الملل خوانده و بر لغو حکم صادر شده آزادی این ایرانی، جبران خسارات وارد شده و تضمین به تکرار نشدن چنین اعمالی در آینده تأکید کرده. چقدرم خوش اشتها، پاسخی که نمیده هیچ، میگه آزادش میکنید، خسارت هم میدید، تضمین هم باید بدید که دیگه تکرار نشه. هلو، ظاهرا تو متهمی، تو جنایت کردی، تو باید حساب پس بدی. آقا رو. حالا اینا همه به کنار، تظاهرات هم راه انداختن جلوی سفارت سوئد توی تهران. و شماری از دانشجویان و فعالان حقوق بشری با تجمع مقابل سفارت سوئد در تهران صدور حکم حبس ابد برای حمید نوری شهروند ایرانی را فاقد وجاهت قانونی دانستند و آن را محکوم کردند. فعالان حقوق بشر؟ صبر کن دستی رو بکش بیا پایین. بابا اینا که خودشون یه پا حمید نوری هن. ببین این نمایش تجمع و اعتراض مردمی اصلاً به گروه خون شما نمیخوره. حوزه فعالیت شما همون گروگانگیری و شانتاژ و تروریسم و ایناست. از این دست واکنش ها بازم هست، ولی چیزی که کاملا مشهوده اینه که نظام تو ماجرای حمید نوری اصلاً انتظار چنین حکمی رو نداشته. از مدت ها پیش هم تلاشش رو میکرد که به اینجا نکشه. البته رژیم ابتدا به طور رسمی نسبت به پرونده و دادگاه حمید نوری سکوت کرده بود، ولی بعد از اینکه دادگاه برای شنیدن شاهدان مجاهد برای 2 هفته به آلبانی جابجا شد، دیگه فهمیدن که این دادگاه اونطور که اونا میخوان پیش نمیره و ماشین پروپاگانداش رو علیه دادگاه سوئد راه انداخت. نخنبات اصلی این تبلیغات حکومتی هم اینه که به هیچ رقم نزدیک اصل داستان یعنی قتل عام 67 نمیشه و هیچ پاسخی در این رابطه نمیده، بلکه فقط تلاش میکنه یا اون رو دور بزنه یا قلب کنه، مثلا با ساختن این کلیپ ها در سایت رسمی قوه قضاییه. حمید نوری، فردی که این روزها در دادگاهی در سوئد و با صحنه‌آرایی منافقین محاکمه میشه، حقیقت ماجرا رو توضیح میده. اینجا سازمان که برگشتن عراق نشستن فکر کردن چه خاکی بر سرمون شد، به خاطر اینکه جواب اینا رو درست حسابی ندن نشستن برنامه ریزی کردن، یه داستان ساختن، گفتن هر چی که اینجا تو مرز کشته شده یا داخل ایران کشته شده میگیم تو زندانهای ایران کشته شده. حرف ما رو شما باید گوش کنید. در واقع اما با ساخت این کلیپ ها نشون دادن که دشخیم حمید نوری داره توی این دادگاه دقیقاً حرف ها و خط و خطوط داده شده از طرف نظام رو رله میکنه. یه مشت دروغ‌های بنجل که جلوی بچه‌م بذاری قهر میکنه. اینا رو رفته گذاشته جلوی قاضی دادگاه سوئد. بابا قتل عام 67 که دیگه کتمان کردنی نیست. اون فایل صوتی آقای منتظری تو این سالها هم که تا به حال 10 بار مقامات مختلف خود نظام تاییدش کردن، بهش افتخار میکنن. یکی از ایراداتی که با آقای رئیسی میگرفتن این بود که آقای رئیسی مثلا جزء این گروهی بوده که اعدام کرده. خب آقای رئیسی رو باید جایزه داد. اول آقای رئیسی که از خونه صبح بلند نشده بیاد بیرون حکم صادر بکنه علیه منافقین. مسئول کشور امام تشخیص داده، ایشونو حکم داده و یکی از مسئولین این کار قرار. توی فاز دیگه اومدن زن و بچه حمید نوری رو فرستادن جلو که بیان جو بدن که آی نمیذارن بابامون رو ببینیم، بهش عینک نمیدن، آی حقوق بشر کجایی؟ و این شهروند ایرانی به عنوان یکی از قربانیان این فرقه تروریستی همچنان در بند و از حقوق اولیه انسانی محرومه. من هیچ
چشم پزشکی نمیفرستم. اجازه ندادن چشم پزشک بیاد و ایشون رو معاینه بکنه. دادگاه سوئد حتی این شهروند ایرانی رو از دیدار و تماس تلفنی با خانواده‌اش محروم کرده. هیچ گونه ارتباطی نبوده تو این 2 ماه و خیلی محدود و محدودیت‌ها به شدت اضافه تر شده. بعد از 50 خورده روز ما خودمون تصمیم گرفتیم که دوباره به سوئد بیایم تا بتونیم از وضعیت آقای نوری اطلاع پیدا بکنیم. ببین کی داره اینو میگه؟ بابا شما که تو زندانای خودتون چشم در میارید، دست قطع میکنید، تو ملأ عام اعدام میکنید، بعد اومدی میگه عینک من کو؟ بابا تو همونی هستی که آدما رو 10 تا میبردی پای چوبایی دار، بعدش هم شیرینی پخش میکردی. یعنی ما با یه همچین هیولایی سر کار داریم. بعد میگی منو چرا بردن انفرادی؟ من هنوز در سلول انفرادی هستم. حمید نوری، شهروند ایرانی که بعد از 2 سال و 8 ماه بازداشت در کشور سوئد کماکان در سلول انفرادی به سر میبرد. داون و مستمر 2 سال و 8 ماه تو انفرادی بوده. اولا که سلول انفرادی توی زندان سوئد یک سویته. نگاه این عکساشه. یعنی فکر نکنید که میگه سلول انفرادی الان افتاده پشت یک میله‌ای توی یک اتاق سرد مثل زندان اوین و کهریزک. نه، همه چی داره. اما اگر سوالش اینه که چرا بردنش انفرادی و نه پیش بقیه، خیلی ساده، چون طبق گفته‌های علنی خودش در دادگاه این یک جونور وحشیه که برای هر اجتماع انسانی خطرناکه. آخه کسی که از شلاق زدن زندانی ها لذت میبره، از اعدام کردن کیف میکنه، خب معلومه که به جز سلول انفرادی جای دیگه نمیشه نگه داشت. این آقا چون اعتراف کرده 30 ضربه، 50 ضربه، 70 ضربه تا 100 ضربه شلاق نوش جانش کند. همین الان هم شلاق هست. اینقدر اینا مغرور بودن، شلاق که کمرشون خورده بود از قصد جلوی ما شق و رق راه میرفتن. یعنی ما هیچیمون نشده. رحم به اینا نکنید، نسلشون رو تو اون مرز بکنید. رزمنده ها رفتن جبهه، تمامی این گروهکی که وارد سرزمین مقدس اسلامی ایران شده بودن همه رو کشتن. قتل عامی که دنبالش هستید اینجا، کشتار سال 67 که دنبالش هستید همینجا. حالا پسرشو آوردن که یک همچین قاتل وحشی رو رنگ کنه به ما قناری تحویل بده. پدر بعد از انقلاب وارد سیستم قضایی میشن و ابتدا خب نگهبان بودن، بعد کارهای حسابداری و کارهای مالی انجام میدادن و بعدش هم کارهای دفتری. اولا که حتی اگر در زمان قتل عام فقط نگهبان هم بوده، باز در این جنایت دست داشته، باید حساب پس بده. نگاه کن، طرف نگهبان اردوگاه مرگ بوده، بعد از 77 سال وقتی سنش به 101 سالگی رسیده، باز هم گرفتنش بهش حکم زندان دادن. اما اینکه فقط نگهبان نبوده، پسرش داره میگه هم تو کار حسابداری وارد شده، بعد هم تو کارهای دفتری. کار دفتری تو زندان دهه 60 یعنی چی؟ یعنی لیست اسامی رو بگیری، بفرستی برای اعدام، بعد تیک بزنی بگی اینا رو اعدام کردم. پدر ما از سال 61 وارد دادستانی میشن، دادستانی انقلاب. تقریبا سال 71 هم چون ایشون پدرشون سال 56 فوت کرده بودن و مسئولیت حالا خانواده با ایشون بوده، اون کارم کفاف پشتیبانی مالی رو نمیداده دیگه، از این کار میان بیرون. سال تقریبا فکر کنم 71 از سیستم قضایی میان بیرون، وارد کار آزاد میشن. آها، به همین سادگی از بعد از انقلاب یعنی 57 تا سال 70-71 یعنی 13-14 سال که دهه سیاه 60 هم جزوشه، از رو همش میپره و هیچ اشاره‌ای هم نمیکنه که توی این سالها تو زندان‌های ایران چی گذشت که پدرش هم اونجا مشغول بوده. ولی میگه سال 70 یهو یادش افتاد که باباش سال 56 فوت کرده و این پولی که داره در میاره خیلی کمه، بریم دنبال شغل آزاد. نمیگه که تا این سال ما زدیم مجاهدین زندانی رو قتل عام کردیم و دیگه کسی برای اعدام نموند و کاری اونجا نیست. آقای حمید نوری پدر ما یه سری ویژگی اخلاقی دارن. 1 خیلی احساساتی هن. 2 به شدت دلسوز، عاطفی. ببین سیاهی شب رو نمیشه با اسپری رنگ سفید کرد. آخه طرف توی دادگاه از حرف زدنش معلومه که چجور قاتل بالفطره‌ای هست. خودت هم داری میگی از بعد از انقلاب تو کار زندان و زندانبانی بوده. بعد هم توی این دادگاه دارن جنایت‌های پدرت رو بررسی میکنند.
تو بیا بگو سال 67 بابات کجا بود؟ اون موقع که دسته میبرد پای چوبه های دار، اون موقع هم عاطفی بود؟ چرا جرأت نداری به این موضوع اشاره کنی؟ شروع کردن اونایی که بودن عکس ایشونو پخش کردن، گفتن هر کسی از ایشون، قشنگم توضیح دادن ایشون متهمه به این، بیاید شهادت بدید. به چی متهمه؟ به این که مثلا توی سیستم قضایی کار میکردن و حالا با اون قصه‌هایی که مربوط به فرقه منافقینه. این که جرأت نداره جواب بده که اتهام باباش چیه، ولی همه میدونن که اون قصه های مربوط به مجاهدین همون داستان اعدام 30,000 زندانی سیاسیه که هنوزه هیچ کس توی نظام بهش نزدیک نمیشه که ابعاد و آمارهاش رو رو کنه. خلاصه وقتی این عد و اطوارهای زن و بچه حمید نوری به جایی نرسید، وزارت اطلاعات نظام اومد برای تحت تأثیر قرار دادن رأی دادگاه در چند هفته قبل از صدور حکم نمایشگاه را بندازه علیه مجاهدین جلوی دادگاه سوئد. این دیگه گل به خودی بود در حد لالیگا. یک صحنه آبروریزی برای کلیت نظام. اولا که هیچ کس نمایشگاهشون رو تحویل نگرفت، یعنی دریغ از یک بازدید کننده خارجی یا ایرانی. از همون اولم خانواده های دادخواه 67 بهشون اعتراض کردند تا لحظه آخر. هیچ رسانه‌ای هم بهشون انعکاس نداد به جز سایت‌های حکومتی، طوری که مجبور شدن تلویزیون اینترنتی یک بسیجی کرواتی که از خامنه‌ای تعریف میکنه رو مأمور کنن که اینا رو مثلا پروموت کنه. این ویدیویی که برای من فرستادن. سلام امید عزیزم، نابودایی که میبینید این نماد دموکراسی و آزادی بیان منافقین. حالا این که کوچیکش بود، ببینید داشتیم بنر رو وصل میکردیم، چاقوش از جلوی صورتم رد شد چون از پشت زد. بچه ها مجوز گرفته بودن، 2 تن بودن، البته دکتر شایان در رأسشون بود. فیلم ها رو دارید میبینید. این دوستامون، اینم بهنام عزیزه، بهنام هم رفته اونجا دمش کرد. ما اینا رو زدیم، جنایت علیه بشریت و منافقین کوردل انجام دادن. تهش هم هیچ، اونجا این سوختنیه که اینا دارن در داد. جلوی دادگاه حمید نوری همچین حرکتی انجام میشه. شاهکاره. حالا بهتون میگم چرا شاهکاره. یه حرکت تمیز. تنها چیزی که از این شاهکار گیرشون اومد یه تعداد تخم مرغ رنگی بود و یه سری بنرهای پاره شده، یعنی یک افتضاح تمام عیار. ولی ببینید که حالا این بسیجی کرواتی چطوری میخواد به این وارفته ها روحیه بده و صورتش رو با سیلی سرخ کنه. اگر قرار بود تعداد، یعنی لشکرکشی خیابونی بکنی، ببین تظاهراتی تو استکهلم میتونیم برگزار کنیم، دارم بهتون میگم شما سازمانهای تروریستی مجاهدین و همین پاش برسته در مرکز استکهلم میدان سرگل-توریت، تظاهرات 1000 نفری، نمیگم 1200 نفر 1500 نفر، دو سنگ بزرگ بر نمیدارم، 1000 نفر، ولی میتونیم کف خیابون استکهلم بیاریم در میدان سرگل-توریت، 1000 نفر جمع بشن بیان براتون سخنرانی کنم، پارتون کنم ها. منتها زوده، بذار بابا حوصله کارامون جلو ببریم، یه 3-4 سال دیگه بهتون میگم. فعلا که تو 40 سال گذشته یه تظاهرات 40 نفره حامیان نظام توی استکهلم نتونستید راه بندازید، ولی مجاهدین بعد از همین دادگاه حمید نوری برای چند صدمین بار توی همین استکهلم این صف تظاهراتشونه. در مجموع تنها دستاوردی که این اکسیون برای نظام داشت لو رفتن یکی از مزدورانش بود که قبلا در پرس تیوی تحت عنوان ایرانی رهگذر جلوی دادگاه باش مصاحبه کرده بود، ولی حالا معلوم شد که طرف نفر هابیلیان وابسته به وزارت اطلاعات نظامه. آقای دکتر شایان و دوستش بهنام هیچ ربطی به نظام ندارن. سایت هابیلیان هم تبلیغ قضیه رو انجام داد، یعنی اینا بچه‌ها عضو هیچ جا نیستن. دکتر شایان و بهنام که رفتن این حرکت رو انجام دادن عضو هیچ جا نیستن، شهروند عادی ان. بحث منم شهروند عادی ام، هممون شهروند عادی. و من فقط باز اینجا تشکر میکنم از پلیس سوئد و معذرت خواهی میکنم که به خاطر این بچه‌ها
داشتن، یعنی توسط سازمان مجاهدین مورد تعرض و چاقو خوردن قرار می‌گرفتن. فقط جهت اطلاع در مورد اینکه کسانی که این سیرک رو می‌خواستن برگزار کنند مال کدوم ارگان بودند، خواستم بگم که تو رسانه‌های خود نظام که سنگش رو به سینه میزنی اینطور نوشته: پلیس سوئد در یک کارشکنی آشکار و غیرقانونی مانع از برگزاری نمایشگاه توسط بنیاد هابیلیان در مقابل دادگاه استکهلم شد. پس از برگزاری آن در روز نخست، اجازه استمرار آن در روز دوم در مقابل دادگاه داده نشد. این ارگان آبروباخته نظام دوباره دیگه هم تلاش کرد که در نقاط دیگه استکهلم نمایشگاه برگزار کنه که هر بار با اعتراض شدید خانواده‌های داغدار قتل عام 67 مواجه شد و هر بار مفتضح‌تر از قبلی شد. The same as me, a student or any other all of my friends, they are working pure people. There is no any organization. خلاصه این سیرک هم مفتضح شد و برای نظام دردی دوا نکرد که دیگه مقامات رسمی نظام خودشون وارد شدند تا با تهدید دولت و دادگاه سوئد شانس خودشون رو آزمایش کنند. وزیر امور خارجه کشور هم گفت ایران پرونده حمید نوری را با حساسیت دنبال می‌کند و نهایت تلاش خود را برای آزادی این ایرانی دربند به کار خواهد بست. یا مثلا این یارو غریب آبادی که تحت عنوان دبیر حقوق بشر به شغل مالکشی شکنجه و اعدام مشغوله گفت: ما به دولت سوئد به صراحت اعلام کردیم آقای نوری نباید حکمی دریافت کند و باید هرچه سریعتر آزاد شود. اما دادگاه سوئد به این تهدیدات وقعی نگذاشت و برای حمید نوری حکم حبس ابد داد. به این ترتیب در یکی دیگر از صحنه‌های رویارویی مجاهدین با نظام آخوندی اثبات شد که در میدان حقوق و قانون پیروز میدان مجاهدین هستند. حالا که دیگه حکم صادر شده و هیچ کدوم از ترفندهای رسمی نظام برای دربردن حمید نوری به جایی نرسیده، تاکتیک جدیدشون اینه که برخی مهره‌های براندازنمای نظام رو کوک کنن که برای سیاست گروگانگیری رژیم و مبادله جلاد با شهروندان عادی لباس مشروعیت بدوزند. و این الان با این روندی که این دادگاه طی کرد و نتیجهش که حالا دیگه مهم نیست در عمل چه خواهد شد، میشه پیش بینی کرد که مثل سایر موارد تسلیم میشن یا حتی اگه تسلیم نشن خواسته حتی دادخواهان این هستش که اگر تنها راه آزادی دکتر احمد رضا جلالی مظلوم آزادی این کفتار پیر وحشیه، حتما رضایت میدن خانواده های داغدار به خاطر آزادی یک بزرگمردی مثل احمد رضا جلالی. تو اول بگو که خودت سال 67 کجا بودی؟ معاونت وزارت دارایی توی نظام نبودی؟ تو خودت اون موقع بخشی از همین دولت جنایتکار بودی، حالا برای ما ادای سخنگوی دادخواهی در میاری؟ تو اول باید خود جواب خانواده های دادخواه 67 رو بدی که چرا اون موقع سکوت کردی؟ مجاهدین از همون سال 67 پاشنه در ارگان‌های بین‌المللی رو در آوردند که آقا تو زندان‌های ایران داره قتل عام میشه. بعد تو تا 20 سال بعدش هنوز توی نظام موندی، سخنگوی کروبی بودی. بعد چطور جرأت میکنی از جانب خانواده دادخواه صحبت کنی؟ ببین بیش از 90% شهدای قتل عام 67 از مجاهدین بودند. طبق فتوای خمینی هم اونهایی که سر موضع آرمان مجاهدین بودند رو اعدام کردند. بنابراین صاحب این خونها مشخصه. مجاهدین هم بارها گفتند که نه میبخشند و نه فراموش میکنند و در این قضیه هم به جای آزاد کردن حمید نوری خواهان محاکمه رئیسی و بقیه دستاندرکاران قتل عام هستند و این کارزار رو هم ادامه خواهند داد. بیخود نیست که اصلی ترین دغدغه نظام در همه جای دنیا مجاهدین هستند. کشور اروپایی همه در واقع تبدیل به یک بهشت امنی شدن علیه جمهوری اسلامی ایران و برای میزبانی از گروهک تروریستی منافقین. خب ما در پاریس اینها هستن
در انگلیس هستن، در خدمت شما در آلمان هستن، در خود سوئد هستن، در برخی کشورهای دیگر اینها هستن. الان سیاستی که جمهوری اسلامی ایران اتخاذ کرده، این در واقع سیاست مبتنی بر این هست که باید یک فشار سنگینی به دولت‌هایی که منافقین رو میزبانی میکنن وارد بشود. شاید در یه برهه‌ای عقیده بر این بودش که خب گروهک منافقین یک گروهکی است که در واقع دستش برای همه مردم رو شده و هیچ در واقع طرفداری ندارد، نیازی نیستش که دیگه ما در واقع اسمی از گروهک منافقین ببریم. اما ما نظرمون این نیست. از سال 1400 در واقع یک کار بسیار مشترک و خوبی آغاز شد، یه فشار سنگینی به کشورهایی که میزبان گروه‌های منافقین هستند وارد شد و ما در هیچ ملاقاتی نیست با سفرای کشور اروپایی یا هیئت‌های کشور اروپایی که به قضیه منافقین نپردازیم. پس کارزار دادخواهی همچنان ادامه داره. حمید نوری فقط یکی از دژخیمان دخیل در قتل عام 67 بوده و این کارزار تا کشوندن همه سران این حاکمیت و عاملان قتل عام 67 به پای میز محاکمه ادامه خواهد داشت. وقت بخیر و خدا نگهدار. بهتر از تو بهتر از تو که بهترینی برای من تو وحشی ترینی پشت امام رو میخوام بخارم کنار من باش که حال ندارم کی بهتر از تو که بهترینی برای من تو وحشی ترینی پشت امام رو میخوام بخارم کنار من باش که حال ندارم. اسم میفرمایید بنال رهبری فریز شده، کسب و کارها چیز شده، خوراک دام، خوراک طیور، همون خوراک ماست. گسترش خشونت، فقر، بیکاری، فساد اخلاقی و اقتصادی برنامه ماست. گاز کردن تو سفره مردم اولویت ماست. مدل حکمرانی رهبری معظم از مصیبت ماست. ماست چون کباب با ماست. من میگم موشک میخوام، یه مقداری موشک میخوام مفتزه شد این نظام توی ابعاد امام. ولی کی بهتر از تو که بهترینی برای من تو وحشی ترینی پشت امام رو میخوام بخارم کنار من باش که حال ندارم. در بخش‌های گوناگون بنده رخنه ایجاد شده است، در خیابان‌های ایران فتنه ایجاد شده است. وقتی که شورش اتفاق میفته انسان احساس میکنه دامن نظام داره میفته، واقعا انسان تعجب میکنه. ملت به من سیلی میزنن، مشت میزنن. در این نقطه حساس تنباکو فایده ای نداره، مصرف مواد مخدر فایده ای نداره. باید تزریق کنم. کی بهتر از تو که بهترینی برای من تو وحشی ترینی پشت امام رو میخوام بخارم کنار من باش که حال ندارم. فشاره بنده چند است، هزار مقاومان هست، نظام به موی بنده است. هزار مقاومان هست، با کیلویی چند است. هزار مقاومان هست، خب هزار مقاومان هست، هزار مقاومان هست. نفهم شما کوچکتر از اون هستید که بخواهید قد کنید. رئیس جمهور ما از احمق‌های درجه یک است، از دلقک‌های میدان سیاست است، از بیخوبان بوک است. بهش میگن گاو شیرده. کی بهتر از تو که بهترینی برای من تو وحشی ترینی پشت امام رو میخوام بخارم کنار من باش که حال ندارم. موضوع رخنه و نفوذ
به کابوس روز و شب آخوندا تبدیل شده. وضعیت آخوندا به قدری بحرانیه که حتی به چشم خودشون هم دیگه اعتماد ندارن و از چپ و راست همینطوری بحران و بدبختی و مصیبته که براشون میباره. این موضوع در فیلم‌های آبگوشتی سینما و تلویزیونشون هم بازتاب پیدا کرده و تلاش میکنن با انواع اقسام شیوه‌ها نسبت به این خطرات هشدار بدن. نتیجه البته چیزی جز فراهم کردن سوژه طنز برای پیک شادی نیست. بریم سراغ بخش معرفی فیلم که به یکی از همین تولیدات سینما و تلویزیون خامنه‌ای اختصاص داره. فیلم بنسای فیلمی از سینمای حوزویه که این هفته به معرفی اون میپردازیم. معنی این اسم رو کارگردان هم نمیدونه، اما در طول فیلم میفهمیم که احتمالاً ترجمهش یه چیزی تو مایه‌های آبکشه. در سکانس اول یکی از سربازان گمنام نظام رو میبینیم که در روز روشن در ماشین و در کنار دخترش آبکش میشه. کیفا رد کن بیاد. آروم باش. اون کیفا بده. بعد از این هفتیر کشی مسخره، کارگردان ما رو به سالهای بعد پرتاب میکنه، جایی که دختر سرباز املت شده نظام بزرگ شده و به عنوان یک آقازاده وارفته از خارج برگشته تا سر قبر پدرش آبغوره بگیره. سلام بابا جون. من برگشتم. در سکانس بعدی میفهمیم که طرف در حال ریزشه و میخواد کلاً از خطراتی که این روزا نظام رو تهدید میکنه دور باشه. پدرم شهید شده جلوی چشم. نمیخوام نه خودم نه برادرم نه هر کسی که دوستش دارم جایی باشه که پر از تهدیده، که توی چشم به هم زدن کل زندگیت خراب شه. این آقازاده یه داداش مشنگم داره که هم خیلی مصنوعی بازی میکنه و هم اینقدر این روزا دشمنای نظام استرس بهش دادن قلبش اسقاطی شده. یعنی جون میده برای اینکه دشمنای نظام سوارش بشن و عمامه عظما رو پریشون کنن. که از اینجا رفتی بیرون یه وقت گشنه. خب حالا یه بار خواستی فلافل مهمونمون کنی کلی بازی در نیار، خودم حساب میکنم. مسعود دارم میبینن زشت. مسعود زنگ بزنه دورشان. همزمان با این وضعیت دلنگون سربازان گمنام ولایت و آقازاده هاشون با دشمنای خفن نظام آشنا میشیم که دارن نقشه میکشن تا بزنن دم و دستگاه عظما رو حسابی خالخالی کنن. توسط دانشمندان ایرانی طراحی شده. بهترین زمانه که توانایی علمی و دفاعی ایران مشخص بشه. بله درست حد زدید. طبق معمول دشمنان تا لوزالمعده عظما نفوذ کردن و از طریق همین آقازاده دنبال ناکار کردن عظما هستن. بسیجی‌ها باید خیلی حواس جمع باشن، چون دشمنان نظام اول اطلاعات پرونده پزشکی داداشتون رو میگیرن، بعد میرن هسته و دسته و بسته عظما رو غبارروبی میکنن. امشب برای من یه اسکن از پرونده پزشکی مسعود بیار بفرستم برای یکی از دوستام که تو آلمانه، متخصص قلبه. بهش میگم تو همین چند روز یکی از بهترین باتری قلبو بگیره برامون بفرسته. خب تو نگران نباش. در این قسمت از فیلم کارگردان با یک دیالوگ چند وجهی بیننده رو گول میزنه. این دشمنا مگه قرار نبود پیچ‌های نظام رو شل کنن؟ پس چرا دنبال تعویض باتری برای قلب آقازاده ها؟ باید مرخصی بگیری. باتری قلبتو باید عوض کنی. همین آقایی که منو رسون آشنا داره تو آلمان. یه باتری خوب برات سفارش داده. آلمان. در سکانس بعدی دشمنان پرده از مقاصد ضد ولایی خود بر می‌دارن و معلوم میشه به جای باتری بمب در قلب طرف کار گذاشتن و اگه این نجم RPG اطلاعات نظام رو به دشمنان نده قلب داداشه میفته تو جیب بغلش. بگیر. باید بزنی به سیستم مسعود.
در ابتدا این نجم RPG تلاش میکنه اسرار نظام رو حفظ کنه و فلش رو به سیستم عظما وصل نکنه، اما 2 قدم بعد بمب تو قلب داداش منفجر میشه و چرخش به هوا میره. آقا قلبش باباسی کار درست در شرایطی که دشمنان نظام لوله جارو برقی رو کردن تو حلقوم عظما و دارن اطلاعاتش رو تخلیه میکنن، یه عده مشن که اسم خودشونو گذاشتن اطلاعاتی تازه دنبال جاسوسی از نبرات خودشونن. خبرایی به دستمون رسیده که سرویس‌های جاسوسی دشمن قصد نفوذ به یه سری اطلاعات پروژه‌های تحقیقاتی ما رو دارن. کوچکترین ابهام رو گزارش کنید. حتی کسانی که میشه رو سرشون قسم. اینجاست که باید گفت ساعت خواب کجای کاری تا تو بیای ببینی کدوم قسم خورده جاسوسه نجم RPG فلشو برده و 2 دستی تقدیم دشمنای نظام کرده. علیکی سلام. فرش تدابیر امنیتی خیلی شدید بود. در سکانس آخر کارگردان مثل خر در باتلاق رخنه ها گیر میکنه و با ترتیب دادن یه سکانس مسخره تیر و تیرکشی باز هم سربازان گمنام رو پهن زمین میکنه. به این ترتیب کارگردان ولایی با این فیلم یه وری خود تصویر کاملی از آبکشی به نام نظام ولایت ارائه میده و دشمنان نظام هم اطلاعات رو با خودشون برده و سایت ها و سامانه های عظما رو درب و داغون میکنن و به ریش عظما میخندن. اونم چه خنده ای. این روزا خامنه‌ای به شدت نیازمند قدرت نماییه. اونقدر ضربه از چپ و راست به جسم ناقصش وارد شده که راهی جز تبلیغات مضحک برای اقتدار پوشالیش نداره. در شرایطی که دنیا با ارسال تلسکوپ جیمز وب به فضا مشغول اکتشافات حیرت انگیز علمی هستش، آخوندها به جز گشت ارشاد یا مشخص کردن زمان اعیاد و دیدن ماه، اون هم با چشمای باباغوری مراجع حکومتی، هیچ اختراع و اکتشاف دیگه‌ای ندارن. انیمیشن کوتاهی ببینیم که به همین موضوع اختصاص داره. آقا جان دورت بگردم، ای که تمام اقمار در اطراف سر شما میچرخند، ای که با یک منقل تا خارج از جو میروی. بنال ببینم چی میخوای بگی؟ وسط یه تصمیم گیری حیاتیه. عظما جان فردا را عید قربان اعلام کنیم. کدوم کشورها عید اعلام کردن؟ حضرت عظما همه کشورهای اسلامی فردا رو عید اعلام کردن. خب این که نمیشه که، ما ناسلامتی ام القراضه جهان اسلامیم. حالا که اونا فردا رو اعلام کردن، ما پس فردا رو اعلام میکنیم. خودم میام میگم من ماهو دیرتر دیدم. عظما ماه مال عید فطره، پاک خود زدی ها. عید دیگه، فطر و قربان نداره که بابا. الان استکبار جهانی تلسکوپ جیمز وب رو فرستاده بالا، ما هم باید پاسخ ولایت مدارانه بدیم. معلومه زیاد زدی ها، ما هنوز داریم دنبال عکس امام تو ماه میگردیم. جیمز وب کجا؟ ما کجا؟ منقل ما رو دست کم گرفتی ها. 4 تا زغال بیشتر بریم توش، اون طرف کهکشان هم نشون میده. غنیمت دان اگر روزی به شادی در رسی ای دل، پس از چندین تحمل‌ها که زیر بار غم کردی. بینندگان عزیز، با آرزوی این که بار غم سالیان از روی دوش مردم ایران برداشته بشه و شادی پایدار و ماندگار فرا برسه، با شما عزیزان خداحافظی میکنیم و امیدواریم در این برنامه تونسته باشیم لبخند رو به لبها و شادی رو به دلهاتون بیاریم. تا دیدار بعد، خدا نگهدار. دوباره بلند شو امیدو ببرن کجا با
شادی